سلام، ما برگشتیم با فصل جدید چه خبر زمانه می برگشتیم. آره دیگه فصل جدید. بین تو کجی بیری که برگشت؟ خب به من گفتن حالا بیام کنار هم باید اجرا کنیم دیگه. فصل قبلی قسمت آخر چنمان بونوین شیر ماهم مدیر رسانه خبری مالمیر نایم گرو این نفیش داشتیم نسنه همه شما گرفتین گرو؟ خوزو برگینز گرو فیش گرفت. سندی نداشتیم یه لینجز در دادگاه یه لینجز اون. حالا باید به نظرم هم کنار بیام دیگه. حالا بعدا با هم حساب میکنیم دیگه. چه تاریخ حساب کنی؟ نقدی پول معلوم باید کنی. بفرم. برگشتیم ما با ای کته فعلا بگو ویم معلوم نی واسه یا بریم می قسمت فعلا زب بگو ویم ما اومدیم با چه خبر زمانه می. بسم الله. بریم سراغ اخبار مهم ایزه در هفته‌ای که گذشت. شهرداری و فرمانداری اهواز به فرزندان ایزه سپرده شد. دکتر علی بویری فرماندار و سید کوروش حسینی زاده شهردار اهواز شد. به افتخارشون. بله به افتخارشون. پوریا بینی و بین الله با احترام به رنگین کمان اقوام ایران هر موقع که حضرات بختیاری بلخص ایزیان نان در رأس کار با توجه به ذات پاچو صادقانه خدمت کردن به این مردم اصیل. امیدوارم این جاویلم باعث سرافرازی ما بود. انشالله با آرزوی موفقیت برای هر دو بزرگوار. بریم سراغ خبر بعدی. یکی از پیمانکاران شهرداری ایزه به دلیل عدم دریافت مطالبات خود درب ساختمان شورای شهر ایزه را قفل و زنجیر کرد. بیا واردی خبره بخور. یکی از پیمانکاران شهرداری ایزه به دلیل عدم دریافت مطالبات خود در ساختمان قفل و زنجیر کرد. ای رونت بورا تو که طلب داشتی واسه در اون ساختمان کاگل بکن بینی اخمی واسه پلاسرس کن. حق دا طرف هونن فروره باید رسید و کار کرد پیل نیست دقیقا پولشو باید بگیرد. پیل بایرام منم نیچه واسه به نازمه. نه خب حالا شاید هم نشده پرداخت کن یه ذره یادشون رفت. چه تا مال بقیه انتریستن بین مال یه ننان تا گندش داره. حالا تا گندش در نیامده. بریم بعدی. بفرما. بله بریم سراغ خبر بعدی. دی تشبیه گره که زنجیر سم کن. در اقدامی عجیب بفرما. اداره برق ایزه برق اداره آب را قطع کرد. چه؟ اداره برق آب برق نه اداره برق آب برق اداره آب رو قطع کرد. چه؟ یه ذره پیچیده است. بعد این نیرو حدنان میبینید که بحث بکنیم. ما پیشنهاد کنم آقای حسینی رئیس اداره آفا شل نکبس سویزی بلند و برو او اداره برق نقد بکن. حالا اشتباهی آب ما رو قطع کردن چیکار کنیم؟ ما میمونیم بدون آب. این مدخونه آقا یه پیشنهاد هم دارم. ما مخاطبای رسانه خبری مولوی با اداره برق روزا شوخی نکن. به جاده ساعت سومی توسط 4 ساعت برقتون قطع کنم. آی کموی بینی و بین نام کرانشین به اون نه برقی خب میزی میرسه و پویز او روزی هم رن ساختمون مخابرات اینجا طلب برداشت. آقای کلون مویسی به دنیا خب فقط زن بچه همین آواره کوچه و خیابون نکنید اینجوری که باعث یاره واهونتون مصادره کنن. آقای موجری به نظرم میتونیم اگر که برق قطع کردن بریم دربشون رو قفل و زنجیر کنیم. ما چه کاری؟ راست میگی. غیر اداره گاز کاریس بکن. آب گاز هم یا وسط به حمایت از او خدا به خیر بگذرونه. خیلی اینشون. پس از کش و قوس‌های فراوان انتخابات نظام پزشکی ایزه باطل شد. الان باید دست بزنیم؟ دست نزنیم؟ میگه باطل شد. میگه که پس از کش و قوس‌های فراوان انتخابات نظام پزشکی ایزه باطل شد. چرا دست بزنیم؟ سر چه؟ جا چه؟ نمیدونم ننوشته فقط گفته یکم کش و قوس داشته فراوان هم بوده انتخابات هم که یعنی کشت هم کنیم به یکی دیان؟ آره ول شد دیگه کلا. او گندش داره
عیسی باطل کنابی 4 سال پیش انتخابات شورای شهر این باطل بکن که ما اینقدر درد سر دنگ فینه. یعنی از ریشه باطل میکردن کلا. انده این هم ایده برای خودش میپذیر. خیلی خوب داریم ترکونی ما می همین چی اوضاع موچره. برو بعدی. با وجود پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارش در استان خوزستان، اما متاسفانه ایزه سهمی از سامانه بارشی اخیر نداشت. با کمال احترام یه خبر یه جایی نیست دروه موثق آقا. نه خدا شکر خیلی از شهرهای استان و خوزستان ما بارش و باران داشتیم. خدا رو شکر. خدا شکر. ایزه هم یه رفرف ایزه نزد آقا. عزیزم یه آور سیگیریه دسته تا تک هم زی سر دست خون. آقا بالا سرتو نگاه کردی شما؟ بله عزیزم. پرنده چیزی؟ نه عزیزم. بالا ساختمون یه نفر؟ نه عزیزم. گوه ترم بزنم ولی نیزنم. نه اون شاید آقای ما مستجاب نبید. حالا که ای خدا خدای حالا که دعا مسی بارون مستجاب نبید 10 سال بگه بارا خدا و بزرگی خود من تبدیل بکن به یه قمقمه او حداقل یه بنده خدای من بوره بریز پای درخت. الهی آمین. تبدیل بکن به یه قمقمه او یه اخبارمون اناری تویی؟ چه؟ تویی اناری؟ مکینو الان صدا در کجا میاد؟ بیام سیلا. کدوم سیلا؟ آقا کجا میبه؟ آقا من برم ببینم چه اتفاقی واسه اناری افتاده. من دیگه باید برم اونجا. ببخشید دیگه یه ذره اتفاقات عجیب غریب افتاده. عذرخواهی میکنم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. اناری